امری که ما و شما داریم هیچ کس نمیداند که فردا هست یا نی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که وقتی که نمازی بامداد میخونم باور ندارم که تو نماز پیشین و زنده میمونم. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه گفت وقتی که پیشین میخونم من امید ندارم که با نماز عصر زنده میمونم. حضرت عثمان رضی الله عنه گفت وقتی که عصر میخونم با شام امید ندارم زنده. حضرت علی گفت وقتی شام میخونم با خفتن باور ندارم که زنده میمونم. هر چورش گفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من وقتی که یک طرف سلام میتم در نماز با طرف دیگر گشتن چپ گشتن باور ندارم که زنده میمونم یا نه. یعنی یگان نفر ما یگان حجتی نداریم که تو فردا زنده هستی. میگن بدن هوشیار شوقی دم همین است زیدم ماندی یقین جای از زمین است. پس باید که غنیمت بشماریم هر لحظه هایی که هستیم، هر لحظه هایی که خداوند با ما و شما عطا کرده است استفاده کنیم، غنیمت بشماریم. وقتی که انسان از دنیا گذشته می شود در دوام زندگی ببین دو اکثری از همین مردم ما و شما میبینین نماز قضا میکنن، اکثر نماز قضا میکنن، یا حتی بعضش وجود داره که قضا و طرف بیستن نمیخونش تماما. انا که عمر تمام میشه سپری میشه بعدن چی؟ ولی یک حادثه که نو گذشته چند نفر هم نقلش کرد همین دوره همین کرونا ویروس ده یک دکتر گفت است که در 2 نفر گریه اومد، نه بلکه 3 نفرش گفت است گریه اومد. همین اوای چشمم جاری شد. یک نفرش آدمش سخاوتمند بود، خیلی میدونسته میشناختیمش. هر روز جمعه یک دیگ همین کلام آش میکرد با صغیر خانه را با یتیم خانه را با جای اینولیتو را همونجا روان میکرد، مردم اسیر میکرد، کارگروش نگاه میکرد، در مسجد خدمت میکرد. اهل خانواده‌اش هم اهل قرآن بودن. میگه وقتی که همون قریبی از دنیا گذاشتن شد میگم تا گفتی خیر دیگر که هیچ فایده نداره. ما که نزدیک شدن رفتن به سوی الله هم میگه کلمه طیبه و شهادت بر زبان را میگه تا جون وقت تسلیم کرد. میگه برای گریه هم اومد که این قدر عمل صالح کرده همه تا با کلمه طیبه و شهادت را. نفر دیگه میگه که یک منصبدار کلان بود، یک رتبه کلان داشت عمر صرف کردگی. او میگه دیگه هیچ چیزی دید که نمیشه تمام شد. میگه همون کسلارود از دهنش گرفته، هرچی میگه دکتر مالش کرده و از دهنش گرفته. بعد میگه هم چه کمتر ایستاد، میگه ایستادم چه سر خم کرد اشکاش جوری شد. بعد میگه گفت که دیگه من صحت نمیشم لیکن همین کار نکردم. این پیشانی سجده را ندید، این پیشانی سجده الهی را ندید. همین قداودا کردم، شب و روز جمع کردم، خانه کردم و دیگر کردم، این پیشانی سجده الهی را ندید. میگه اشکوش جوری شد، همون تپس جانش برو اومد رفت و حالی هم گریم اومد. سیمش یک نفری منصبداری کلونه که رئیس کلان شهر بود. وقتی که گرفتنش همین بیچاره حال شد که دیگر با مردم سلام نمیکرد، مردم نگاه نمیکرد، حتی که خودم یگون ذره همیتن نظرش نمیگرفت. همون بیچاره حال شد که دیگر فراشا قطع سلام میکرده گه میزد و همین حال 3 نفر میگه گریم اومد. پس اگه همین حالی که ما و شما در دنیا داریم همه وقت تغییر می‌یابد، با یک قرار نیست، با یک رنگ نیست. وقتی که انسان گذشته شد، حضرت صوفی علیه در که معدن حال بیان میکند در خانه قبر که گذاشتنش بعد روح گشته میوید، روح از عالم برزخ میوید و جسد میبینه. الکه جسد انسان در خانه قبر فساد شده است، بوی مثال بسیار بدی که باشن اگر هزارها خلاجو را جمع کنند بوی آدم از هزارهای طریقه بدتره. بوی او 1 ساعت پس نیست میشه، بوی آدم میکشه نیست میکنه، همین خیلی تو در درون آدم میستن. و در درون قبر روح میبینه جسده الکه ویران شده است، فساد شده. نه عزت، نه حرمت، نه زن، نه فرزند، نه مال، نه پول. فقط انسان یک مال صاحب است که فقط چی است که عمل.
خواه عمل صالح خواه عمل طالح فقط یک مول صاحب است که همون عمل میبرد دیگه هم میمونه باور است. بعدا با او سخن میکند میگه حضرت میگه مرده رو برن سوی جان شیرین نظر کند از دور روح با جسد میبینی می بگوید با نفس ای بدکش هم به من سوختی و هم برخیش. در دنیا گناه روح به جسد میکنه ثوابم روح به جسد میکنه و در عذابم آخرت هم که باشه روح و جسد هر دش عذابم میبینه. برای روح به جسد نمیتونه کار کرده و جسد هم به روح حرکتی نداره. بعد روح هم خیلی گم میزنه. جان شیرین نظر کند از دور می بگوید به نفس ای بدکش هم به من ساختی و هم برخیش. عاقبت حال این چنین بوده شو نکردی عمل بفرموده. این که میخیستی و میخفتی زن فرزند مال میگفتی. بعد چی میگن؟ بیوفا بوده است مال و جفت نزد مولای خود چی باید گفت؟ یا همش بیوفا بوده است. اگه در نزد خدا چی میگو؟ پرسیش میکنه از نعمتهای دودگیش. بیوفا بوده است مال و جفت نزد مولای خود چی باید گفت؟ بنده بودی ولی زن و مردی بندگی را بجا نیاوردی. با کدامین عمل کدامین حال می روی نزد حضرت متعال. پس که هر یک نفر قطعی به علاهیدگی الله ذوالجلال سخن میکنه. پس به کدام حال به کدام رو در نزد پروردگار ایستاد میشیم و خداوند پرسش میکنن به تو نعمتهای زیاد دادم چشم بینا دادم به تو کور نکردم آیا به این چشما تلاوت قرآن داشتی؟ آیا به این چشما در بامداد و در خفتن در تاریکی مسجد میرفتی؟ و به این چشما یگان عمل صالح کردی؟ دستی گیرا دادم به این دستا چی عمل کردی؟ پای روا دادم زبانی گویا دادم. هر یک نعمتی دادگیش الله ذوالجلال بنده را میپرسد. پس باید که به این خاطر برای همون سوال ها را جواب دادن ما باید که تیار باشیم. مخصوص در همین شب روز که هر یک آدمی را میبینی در یک جا نشستگی با بگره با پگره میگن فلانی گذشت فلانی گذشت فلانی گذشت. باید که احتیاط داشته باشیم در همین با اندیشه داشته باشیم عمر به عمل صالح صرف کنیم بگذرانیم که در نزد خدا عظیم جواب میتیم. الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کنه و خاندان برادر خدا پر فیض با برکات بگرداند و روحی گذشتگی هاشون خداوند همشون پدر و مادر بابا و بی و اجداد را رحمت و مغفرت و شایسته جنت بگرداند. اهل خانواده خداوند در حفظ حمایش نگهبان بشه. اهل جماعت ما را پروردگار محبت ایمان اسلام و قرآن را در دلهای ما جایگزین بگرداند. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن الله مهربان خیر کدام و خیر جهاندار جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. برادران خیلی عزیز و گرامی با دعوت برادرمون اکبر جان که محبتی و یا اخلاصی رو بگیم امروز همه ما شما را در گردی دسترخوانش جمع کرد. از خداوند بسیار کریم و رحیم خواهان او هستم که در این خاندان الله مهربان فیض و برکات پیوسته عطا کند. تمنیات و مقصوده های نیکشان خدای مهربان باز هم حاصل گرداند.
فرزندکای این برادری ما را خدای مهربان آینده های نیک نصیب کند. خدای همه شما نزدیکا و رفیقا و همکارایی که هستین خدای همه در خدای مهربان حسنات نویسته و خداوند در کارهاتون برای برکت بده، در عمرهاتون هم همچنان با میلها و خواهشاتون با بدین خدا زیاد بگردانه و علای مهربان گذشتگانی همه شما را رحمت و مغفرت، بیماریاتون شفای کامل و مسافرهامون اگر باشد خداوند سفرهای با خیر و با برار نصیبشان گردانه. اکبر جانم پدر و مادرشون گذشتگی بوده است، خداوند رحمت و مغفرتشون کنه و روحشون از این فرزنداشون خدای مهربان راضی گردانه. عزیز و گرامی، وقتی گرام یک دعای پیامبر نازنین به حیث یک تعلیم تصور کنید که اکو ای تبسیو بلند مبالغه نشود، ما معلم شما هم چه یک گوش کننده برای خودتون یک دعا را در بر کنید. همین دعا را لیکن پیوسته بکنید، زیرا بینین حدیث امام ترمذی با اسناد حسن میاره، یعنی در صحیح بودن حدیث یگون شبهه نیست. راویش حضرت عمران ابن حسین است. میگه ان عمران ابن حسین رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم علم آباه حسینا کلمتین یدعو بهما. حضرت عمران بچه حسین بود، بچه حسین بود. البته این حسین نبیره پیامبر نیو. حسین ها در همه زمان بسیار بودن، نامی زیبا که بود. حاضر بین در تاجیکستان ما ممکن میلیون ها حسین باشد، میلیون ها حسن هست. این عمران بچه حسین میگد که از پیامبر میارد حدیثه که علمه آباه حسین، میگه پیامبر پدر ما میگه یعنی تعلیم داد دعای را به کلمتین. بین یعنی با دو دعا بگیم، با دو جمله. یدعو بهما که گفت ای حسین همین دعا را بیشتر کن. برادر، از وقتی پیامبر که اینقدر تشویق کنه، اینقدر ترغیب کنه که دعا را بسیار، همین دعا را بسیار کن، یعنی در زیر این دعا خیلی خیلی چیزهای بزرگ نهفته. وقتی پیامبر اینقدر تشویق میکنه که بچه‌ام، چیزی که حضرت معاذ پیامبر من دوست که میداشت، بین میگه دستش میگه در بالای کتفم گذاشت و چیم گفت لا تدعن على دبور کل صلات. معاذ یا دعا را نشانت میتون، پشت هر نماز همین را بکن. بین نماز خوندی همین دعا را کن. چی دعا بود؟ اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چکلی که معاذ دوست میداشت، پیامبر گفت لا تدعن، ولی بین تاکیدش کرد هیچگاه ترک نکنی دعا را معاذ. این معناش چی بود؟ ما هم میتونیم، این برای معاذ طاقت نیست، برای ما هم است که ما پشتی نماز بگیم اللهم اعین علی ذکرک. خدایا هرگاهی که مقصد من به ذکر تو، وقتی من به ذکر تو مشغول میشم یاردمم کن. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک. خدایا برای شکرگزاری هم توفیق بده تا از زمره بندگان شکرگزار باشم. و حسن عبادتی. و خدایا هرگاهی که اگر به عبادت تو مشغول شم توفیق بده که
تر زیبا عبادت کنم، نیک عبادت کنم، بین با تمام میل محبت را عبادت کنم. حضرت معاذ هم خیلی تعلیم داد. انا که حضرت حسین هم پیامبرمون چی گفت؟ بین ترغیبش کرد، گفت بگو اللهم الهمنی رشدی و اعیذنی من شر نفسی. بسیار برادرای عزیز، اولی در دعا کردن شما ایختون خلاصه ببرارین، بسیار سستیم، دعا نمیدونیم. همین فرزندان هم که بگه که پدر در میاد دعا که دیگر نمیدونیم چی دعا کنیم. در مسئله دعا کردنم ما و شما برادران بسیار میلنگیم. برای همین دعا را بینین. حضرت حسین چی گفت؟ اللهم الهمنی رشدی. یکم خدایا از نعمت هدایت برخوردار کن. برادرای عزیز، ولی ما در سیم قسم سوره فاتحه دعای اهدینا الصراط المستقیم، سیم قسم حضرت سوره فاتحه دعای ما چی میگیم؟ اهدینا الصراط المستقیم. خدایا ما را در راه مستقیم